واقعا تسلیت میگم. سپاس از شما که این گونه قدر هنرمندانتون رو میدونید و با مهر نهال وجودشون را آبیاری میکنید. همایون خرم عزیز، استاد همایون خرم، بیش از 45 سال بود که ما با هم دیگه دوست بودیم و همکار بودیم و چه شب‌هایی رو که در استودیوهای رادیو در کنار هم نبودیم و ایشون با چه وسواسی و با چه حوصله‌ای و با چه دقتی به تهیه برنامه‌های رادیو می‌پرداختن که من هم در خدمتشون بودم. هیچگاه یادم نمیره اون شب‌ها را، مخصوصا اون چهره پرمهر این عزیز نازنین، همچون عکس‌هایی که الان در دستتون هست، همیشه نگاهش پرمهر و لبش خندان، با اخلاق، با حوصله و پرمهر. و من هر وقت نازنین رو می‌دیدم کلی وجودم شاداب می‌شد. 2 ماه قبل در کنسرت همایونشون رو دوباره زیارتش می‌کردم. چقدر خوب و شاداب بودم و من هنوز باور نمی‌کنم که ایشون جسمش از بین ما رفت. من دلم نمی‌خواست که اینجا رو اینجوری ببینم. یکی از عزیزان به من تسلیت گفتن و بعد گفتن که بقای عمر شما باشد. چه بقای عمری و چه درد می‌خوره عمری که آدم عزیزان شده که پس از دیگری از دست میده. ارزش زندگی ما به انسان‌هایی است که در کنارشون زندگی می‌کنیم، مخصوصاً هنرمندانی که وجودشون بی همتاست و یگانه هستند. وقتی که از بین ما میرن دیگه هیچ چیز، هیچ کسی جاشون نمیتونه پر کنه. و خیلی متأثرم از اینکه این اتفاق افتاد. چند لحظه قبل که استاد فرهاد فخرالدینی من در رو دیدند، با چه تأثری، با اشک به چشم گفتن که این عزیز ما هم رفت. متأثر یکی پس از دیگری ما رو ترک میکنن و زندگی به دیگه لطفی نداره. من استاد فخرالدینی که یه رباعی رو از خیام خوندن، این رو به فکرم رسید که براتون بخونم. جایی است که آفرین می‌زندش، جایی است که آفرین می‌زندش، صد بوسه بر جبین می‌زندش، این کوزه گرده، این کوزه گرده، چون این جام لطیف، این کوزه گرده، این کوزه گرده، چون این جام لطیف، چرا می‌سوزد و باز بر زمین می‌زندش. می‌سازند و باز بر زمین می‌زندش. دوست، دردیست در دلم که گر از پیش آب چشم بردارم آستین درود تا به دامنم. به دختر نازنینش که بسی سنگین است پدر را از دست دادن، به فرزندان
نازنین و گرانقدرش و همسر عزیزش که سالها در کنارش بود و باعث موفقیت این استاد بزرگ بود تسلیت میگم و از شما عزیزان سپاسگزاری میکنم که این گونه قدر هنرمندانتون رو میدونید و سپاس میگید. روزگار به همه شما خوش باد. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از استاد عزیز.